استریملاین، پای دلف قوی و سریع. شناگران رده‌های سنی تیم ملی اینجا در شیرودی به آب زدند. این آخرین اردویی است که در واقع غربالگری و گزینش نهایی ما انجام شده. 12 نفر ما در اردو قرار گرفتن. بچه‌ها برای مسابقات قهرمانی رده سنی آسیا که 9 مهر در تایلند برگزار میشه آماده میشن. من به شخص هدفم ارتقاء رکورد ملیه. روی این مسابقه خودم بیشتر روی کسب مدال فکر میکنم. تلاش دارم که بتونم در واقع توی مسابقات نزدیک کنم رکوردم به کسب سهمیه المپیک. آمادگی نسبتا خوبی بچه‌ها دارن، به خصوص رده‌های سنیمون که در بچه‌ها که روی رده سنی 13 14 و 15 17 شرکت میکنن. البته در مسابقات آسیایی 2011 شناگرامون مدالی نیاوردن. این در حالی بود که در دوره‌های قبل‌تر بچه‌ها علاوه بر کسب مدال برخی رکوردها رو نیز به اسم خودشون زده بودند. هشتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا از اونجا که سال قبل از المپیک برگزار میشه برامون اهمیت زیادی داره، چرا که شناگرامون در 5 ماده فرصت کسب سهمیه دارند. غلامرضا منگلی، خبرگزاری صدا و سیما.